نماز. وقتی که آدمی پی میبرد که همان محدودیت‌ها و نقایصی که دامنگیر اوست کمابیش دامنگیر جمیع هم نوعان او هم هست، نسبت به هم نوعان خود احساس همدلی و همدردی می‌کند که ناشی از همین احساس سرنوشت مشترک است. در این حال طبیعی ترین واکنش این است که شخص برای هم نوعان خود دعا کند و بهتر شدن آنان را در همان سه ساحت مذکور بخواهد. دعا برای دیگران در واقع نوعی شفاعت برای آنان در پیشگاه هستی است. ارزش نماز و نیز سایر عبادات وقتی به خوبی معلوم می شود که دریابیم که به هنگام نماز گذاردن و انجام دادن عبادات دیگر در واقع چه می کنیم. به نظر می رسد که هر آنچه در حال نماز گذاردن و انجام دادن هر عبادت دیگری می گوییم یا می کنیم تحت یکی از 5 عنوان زیر قابل اندراج است. ستایش یعنی حمد. با ستایش خدا نه فقط اوصاف و کمالات خدا را که جان جهان و باطن هستی است به یاد می آوریم و در ذهن و ضمیر خود رسوخ بیشتر می دهیم، بلکه اعتراف می کنیم که این اوصاف و کمالات فراتر از حد دریافت همه اذهان و عقولند، به طوری که برای این که حق خدا را به راستی ادا کرده باشیم چاره جز این نداریم که او را از ورای همه تصورات و تخیلات خود بدانیم و از اینکه از سنخ اذهان، خیالات، عواطف، اراده ها و ابدان ما آدمیان باشد منزه و مبرا بدانیم. از طریق ستایش خدا همچنین از شیفتگی نسبت به تصورات و نظرات خودمان راجع به خدا برکنار میمانیم و در نتیجه از تعصب و جزم و جمود دینی رهایی میابیم. سپاس یعنی شکر. سپاس از خدا چیزی نیست جز فهم این که ما کل هستی خود و همه چیزهای خوب و حقیقی و زیبایی را که در اختیار داریم وامدار اوییم. هر وقت که واقعا احساس کنیم که اگر در مقام عمل کار خوبی انجام داده ایم یا در مقام نظر به حقیقتی دست یافته ایم یا در ساحت احساسات و عواطف به چیز زیبایی دلبستگی یافته ایم، آن خوبی یا حقیقت یا زیبایی را از خودمان نداریم، بلکه جهان هستی نصیب ما کرده است. همان وقت حال سپاسگزاری و قدرشناسی در ما پدید می آید که شکر واقعی همین است. اعتراف به خطا و طلب بخشایش یعنی استغفار. هر وقت که احساس نقص و خطا و گناه کنیم ولی این را نیز دریابیم که نقایص و خطاها و گناهان ما هر چقدر عظیم باشند جای ناامیدی نیست، چرا که ما در محضر کسی هستیم که همه این نقایص و خطاها و گناهان را جبران می کند. به مقام استغفار می رسیم. بدین قرار اعتراف به خطا و طلب بخشایش بدیل یأس و ناامیدی است. دعا برای خود. هر وقت که احساس کنیم که خوبی‌ها، حقیقت‌ها و زیبایی‌های جهان هستی منحصر در همان‌هایی که ما در اختیار داریم نیستند و بسا خوبی‌ها، حقیقت‌ها و زیبایی‌هایی هست که دست ما از آنها کوتاست و در عین حال سخت مشتاق آنهاییم، حالت دعا در ما پدید می‌آید. دعا چیزی نیست جز آرزوی بهتر شدن در 3 ساحت عمل، نظر و احساسات و عواطف. Ah